Bebeği bozu koşu dürürürü Müslümanın boğuşu dürürürü Muhatçı derdiye hemen Çüte tutam سلام به بچه‌ها به ویدیو جدیدمون خوش اومدید. اینجا قراره چالش 5 ثانیه بریم. همون رفقای قدیمی محمد مهدی سلام و امیرحسین سلام. بابای تو بازی گوشی هم میخونه. بچه روحیه لطیفی داره. همون یارای قدیمی، همون چی؟ دوستای صمیمی. آره یو میگه من بر زدم. نه بگو میگه من بر زدم تا دوستای قدیمی ربطی نداشت. ولی خیلی سریع بریم بازی رو شروع کنیم. بازی 5 ثانیه قراره انجام بدیم. تو 5 ثانیه مجری که اون بیرون است دستیار جدیدمونه. سلام ازت تشکر می‌کنم. مجری جدید تو چقدر عزیزی قربونت برم. بچه خیلی بیارن دستیار جدیدمون نیست. همه ویدیو رو فیلم برداشت سلام به برابکس چه خونه فیلم برداری؟ بیا بدم بیل برداری. آقا بازی از این قراره که از بچه‌ها تعداد سوال پرسیده میشه بعد تو 5 ثانیه جواب بدن. این بازی امتیازی هم هست و هر کی امتیاز کمتر بگیره مجازات داره. دست من چیکار داریم که بچه؟ بریم. سه مدل کیک نام ببر. رس کیک، چیز کیک، کیک خیس. رس کیک چیه؟ رس کیک شنیدم. آقا درسته از کجا بده؟ تو چی شنیدی؟ رس کیک داری؟ رس کیک نمیدونم والا. بعد اینکه مثلا نتوسی کیک وانیلیو ول کن نمیخوام. ول کن یه چیزی گفتم. طعم کیک رو خب ولش کن. هر کی میدونه تو کامنت ها بگی رس کیک چیه. اگه نبود بگید یه ویدیو بعد کامنت ها میکنه مجازاتش میکنه اگه رس کیک توش نبود. قبول کن دیگه اگه نبود مجازاتش میکنه. بریم. سوال من. 3 وسیله پوشیدنی نام ببر. لباس، شلوار، تیشرت، زیرپوش، شورت، کلاه. خودش گفتم 5 تا. دیگه هوش برترم دیگه. چند نوع کیک؟ چند نوع پوشیدنی. شورت جزء پوشیدنه مهمی هم بود. پوتین. را خیلی چیزه. پوتین رو میپوشم مگه؟ رئیس جمهور کشور روسیه نیست؟ نکن سیاسی. آقا یه مقدار سوالش سخته ولی باید جواب بدی دیگه. چی بگیم؟ توقع بالا. اینم شانس شماست. بازیکن سوم سوال میشه که 3 بازیگر سریال فرار از زندان. خیلی راحته. مایکل اسکافیلد. بله. جواد رضویان، مهران مدیری، سیامک انصاری. خیلی ممنون. اون دراشیه. آقا مایکل عدالت کجا رفته؟ مایکل اسکافیلد. خب لیان جونز مایکل اسکافیلد. لیان جونز. الان دوبله در به یادت میاد فرار از زندان. تو سوخت. بیا. Thank you. دوره از اول. آقا نفر اول مجددا سوال دوم ازت میپرسم که من کلامو برمیدارم ستاب نور به هم میخوره. نور بیشتر میشه. تو چقدر عزیزی قربونت برم من. آره بریم آقا. از نفر اول مجددا سوال میپرسم 3 منبع تجدید ناپذیر. خورشید، اتم، گاز. نه گاز تجدید پذیر. گازهای داخل زمین، گازهای طبیعی تجدید پذیر. تجدید پذیر نگفته. آقا گاز تو میوایسا. نه سوال دارم. وقتی باد معده میدی چجوری تجدید پذیرش میکنی؟ گاز دیگه. گاز نوشابه چجوری تجدید پذیرش میکنی؟ خیلی راحت بود. آب، خاک، آتش، باد. سوخته. دیگه سوختی همین مثلا دست و پا میزنم. خب آقا ببینید شماست. عدالت شما در عدالت منم نمیدونم. صداقت مرد. اشتباهه. برو من بگو. من اشتباهه مطمئنی؟ آره. اتم که چیز هسته که درست بگو. خورشیدم که درست بود. گاز اشتباه بود دیگه. گازهای طبیعی. آقا گاز طبیعی گوزم گاز طبیعیه ولی تجدید پذیر نیست. وقتی میره من به زمین اشاره کردم. حق منو خوردن. از کاد بیرون بود اونی که اشاره کردی. ما قبول نمی‌کنیم. اما فرض من نوبت منه. یه نکن. آقا از نفره
نه بپرس. آقا از نفر دوم سوال می شود که 3 شغل خانگی نام ببر. خانگی، خیاطی، آشپزی، کیک پزی، اینا خانگی شغل دیگه. پزی نیست. داشت که اونایی که کیک میپزه خانگی آقا این کیک پزی هم هست. شامل همون آشپزی نونوایی میشه. اسم میکنم. کیک پزی شامل نونوایی خانگی نیستش که. چرا بعد تو خونه داور آقا شغل دیگه. داور دقت کن. داور دقت کن. یه دقیقه ها ها یه دقیقه من یه اوس آخر کاراتر ها دیگه درست آقا آشپزی کار آخه دیگه کیک هم زیر مجموعه آشپزی میشه. بله. نه آره دیگه نه بله. 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 آقا یه دقیقه وایسا باختی. یه دقیقه بذار من قانع کنم آخه شما میرید بذارید کیک همیشه تم پزی بزنه. آش رشته ما و میریم سوپ و شیرینی- قیمه داره میریم مگه شیرینی فروشی کیک پزی از همونجا نکن یا تو مگه تو مطبخ کیک دارن نکن کوکینگ خب جداه آقا ربطی کوکینگ، نداره خب؟ جدا کوکینگ میشه پختن. داور خب؟ آقا داور چی داور هم غذا رو بزن هم داور کیک رو بزن. عادل باشه قبول بکنه داور شیر سماور داور اگزوز ها اینا بزن با هم بریم اینا برو داور شیر سماور داور اگزوز خاور ها خیلی ممنون. جر خود محمدی خیلی خب، دلش بریم. قربونت بریم. قبول نشد. نه آقا قبول یک، نشد. یک، داداش سه. آشپزی دیگه. نور سه بریم آقا. دام 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 قرار آقا این دیگه خود باید سوال بهتری باشه برای من. بله انشالله. آقا از نفر سوم سوال می شود که 3 نوع سوپ نام ببر. سوپ جو، سوپ گندم، سوپ رشته. چی؟ رشته. بهش سوپ شیر داریم آه بده یه دونه رو بگه بابا جو داریم گندم داریم دیگه. گندم گندم نداریم. نمیدونم. گندم سفیسه سوپ داره بابا گندم داره. پلیز ویت سوپ گندم داشت چی میشه؟ قضیه هست سوپرمن گندم چرا آورده؟ داشتیم بچه ها داشتیم میریم برو تجدید پذیر 3 تا سوپ 3 تا بازیگر برازنده. شغل خانگی هم سخت داداش بستگی به شانست داره دیگه. تو هم بد شانس. آخه بچه‌ها عقل نداره میگه گاز طبیعی بوز آخه من تجدید پذیره گاز زیر زمین داداش از اون بکش می‌خواستم بیرون. آقا سوالمو واضح میپرسم واضح هم ازت جواب میخوام وگرنه غیر قابل چه لاس قبوله. میزنه با من شبیه ساله مامانم بابا بگو عزیزم 3 اسم پسر با ت 2 نقطه. تینا تیا تیمور حاجی تینا دختره اینا دختر. نه جفتش هم میشه تیا سرچ هم بزنی مشخصا قبول نیست. داور تیا تیا شما تیا شنید؟ تیام اگه میگفتی یه چیزی بودی تیا. تیا با تی دسته داره تینا مگه. ببین تینا آخوند تبار تینا پاک روان تینا ترکمان تینا اسدی گن زدی بده من تیمور آقا 1 بده تیمور نفر 2 بعد. بده تیمور نفر 3 بعد. تیمور لنگ عزیزم بده نفر تیمور بعد پای دیگه. چپ لنگ تیمور تیمور پای پای راست لنگ تیمور پای جفا تیمور سالم آقا تیمور یه کنترل تایمی کن سالم دیگه. بوده بالاخره داور دقت کن برو من. بعدی. میریم سراغ نفر بعد. دو یه تا لحظه سه بار اجازه- ازت پرسید 2 تاش سوخت دادی من همه یکی. چوکی نه اسم 3 وسیله مربوط به چشم. چشم عینک و لنز با اینکه یه دونه تقلبم بهت رسوندم ولی نتونستی بگی. لنزو گفتم تقلب لنز بود دیگه. خب دیگه سومی رو چرا نگفتی؟ اسمشون قطعه هر چی اکیمنتوی. اکمشنی عینک آقا هفته استریل چشم. من نه حقم نبود ای داور بده نفر بعد. به میتونیم کامبک امیدوارم از ریل. داور داداش دقت زده کنه. 3 تا وسیله مربوط به چشم قطره وسیله نیستش چیه پس؟ دارو ظرف قطعه چش
برو. آقا 3 داور فوتبال نام ببر. علیرضا فغانی، بیژن حیدری، منصور حیدری. کجا بفهمی بیژن؟ بزن هستش. درست تایمش تموم شد. نه خوب بزن آقا بزن دیگه. درست برای چی نه؟ قبول کردم دی آقا قبول کردی بیا. ولی بیژن حیدری کی حیدری؟ بی خود میکنی بیژن حیدری به من چی؟ خدا داشت درست گفت بیژن حیدری سریع تایمر خورد. این داره اینجا دعوا میکنه. آقا بزن. داور آقا این قبول کرده. سماور داور اگزوز خاور داور 3 سبک موسیقی نام ببر. سنتی، پاپ، جاز. درسته. رپرو همین زحمت میکشیم مشکل داریم اینا دیگه بالاخره خدایا هست. مشکل داری بینا داریم زحمت میکشیم تو نمیدونی چه بلای سر ما اومده. بچه پشت صحنه فارسیش تموم شد. کلاه رو اینوری بذارم. آره نورم رفته احساس کنم. یعنی 3 رنگ با تون قرمز، یعنی تو فاز قرمز باشه دیگه. خب بریم زرد، نارنجی، گلبهی، یاسی. چی داری میگی برای خودت تو فاز قرمز دیگه. مثلا جیگری میگفتی. زرشکی جیگری خونی. اون اگه اشتباه میگفتی یا پلتفرم عوض میشه. خیلی دوست داشتم جمله رو بگم ولی بیا جا پیدا کردم. آقا میریم سراغ بازیکن سوم. 3 میوه فصل زمستان. انار، انگور، آلوالو. عزیز من پرتقال، نارنگی. او این هم میوه. آره انار. آقا میریم سراغ بازیکن اول. شکان یه مقدار سخته ولی چالشه امیدوارم دیگه. که بلد بشی. گاز طبیعی که سخته 3 فیلم با بازی امیر جعفری. چارانگشت چارانگشت دیگه چک برگشتی. آقای جعفری زیاد دنبال نمی‌کنم متأسف. همین الان یادم اومد مرداب این فیلم جدیده چیه؟ عاشقشم خیلی بازی شده دوستم مثلا صداش آقای جعفری جدیدا چرا با هومن برنود اشتباهش گرفتم. خوب بجف که گشت ارشاد 3 نه اونا نیست اون که چیکار رفته کنیم دیگه؟ باب بدم میشه که با هم گپ بزنیم. مثلا چه خبر تو بازی ولش کن ما هستیم. آقا تو گشت ارشاد 3 بود دیگه. حالا حرف میزنم. تو گشت ارشاد 3 نبود مگه امیر جعفری؟ بله بفرمایید. آقا میکروفون رو به نفر بعد دیگه به بس. ما میکروفون تو حلقت ما هم داریم حرف میزنیم. شما دارید حرف من گفتم این شوره میکروفون دادم بهش آقا. نه تریبون نه بدیم دارید بهتون راه میری حرف میزنی. بگو 3 مدل کلاه. 3 مدل کلاه لئونی چیزش بلنده چیزش کوتاه. داداش کپ. درسته دیگه این چیه اسمش چیه چیزو باید درستش کنیم. سایبان داداش یکی 2 تا میشه یه بار بگیرم دیگه. لئونی چیه خلاصه چرا سوال خودت میگی دوباره؟ سن و کلاه این خودش 2 ثانیه رو برد. ممنون از کوچینگ مربی این بازی کلاه کپ، کلاه بافت. محشید عزیزم اون عقبی‌ها حال میکنن. عزیزم دارم بهت میگم الان متوجه بشه اگه جای دیگه ازت سوال پرسیدن جواب بدی. کلاه بافت، کلاه کپ، همون لئونی. کلاه تابستونی این چیه؟ پاییزی. کپ وایسا ستاپ نور داره به هم میخوره این کپ دیگه. نه این چیه؟ نقابه دیگه کلاه نقاب بلند نقاب کوچیک لئونی کوتاه چیز بلند داشت. آقا میریم سر بازیکن سوم. من مدلشو میدونستم. سوال خوبیه. سن و توپ نام ببر. توپ فوتبال، توپ بیسبال، توپ تنیس. این دنسر یه دونه سخت بهش افتاد دیگه آسونه. بیا داداش اینم در اومد. خوبی؟ سوزد زندان که سوخ جگرم رم من آخرشو بگم من پسرم دوست دخترم مادره. آقا بازیکن شماره اول
شماره 1. فکرم سواله، میگم آقا بازیکن شماره اول بگو. اسممون صدا خودم هم سورپرایز شدم مثلا گلزار قرار گرفتن. گلزارم میگه اسمتون چیه؟ بابا کمتر بودم. راست میگی صدا. 3 عدد یک رقمی زوج. 2 4 6. زوجه 2 4 6 یک رقم راست. به من. همه درس خوندم بالاخره حالا کوسینوس و انتگنا رو من یا حفظ نکردم. شانس آوردیم یه چیز دیگه. مشتقم حتی از استفاده نکردیم. آقا مهدیار گل. بپرس. چه عشقی کرد. 3 فامیلی با خ. خلیلی، خبازی، خرمی، خلیجی، با یه دونه بگیم درست. خوارزمی. باشه درست. جای بدی بس چرا یه دونه جای بدی میدیم خرکی قطع شد. فامیلی خرکی. آقا بازیکن چرا یه سوم. دونه تا جواب دادم؟ سوم اون لباس و شماره شورت و سه. اینا. اسم من نمیگی؟ آقا محمد مهدی گل. آقا مهدی 3 تا عدد بگو. 1 2 3. 3 اسم دختر با ک. کیمیا، کبرا. کبرا، کریم. واقعا نمیدونستی؟ خیلی ساده بود. سوالش ساده. آره کیمیا، کوثر، کوکر. کیمیا رو چرا اینجوری گفتی؟ چرا میگه آقا؟ میریم سراغ امیر حسین. نام 3 بازیگر خارجی. بگو دیگه. اسکارلت جانسون، اسکارلت ویچ، دوان جانسون. فقط دخترا رو حفظه. آقا بریم سراغ آقا مهدیار. 3 بازیگر پیشکسوت. پیشکسوت جایدارم بلد نیست. وا چرا خیلی ساده بود. چرا خسرو شکیبایی رو فقط یادم یه مقدار سخت تو حوزه سینما. محمد توانمندی؟ نه با 3 فیلم با بازی آقا مجددا بپرسم 3 فیلم با بازی محمد رضا فروتن. اصلا میشناسیش؟ باور کن اگه بشناسیش. دلست آف آز، رزیدنت اویل و هری پاتر. هری پاتر. داداش آقا محمد رضا فروتن. من همونی میدونم. که یه مدت میخواست میگفتن تغییر جنسیت بده. برو بابا. شایعه بود دیگه. نرده بود که. سوالای من داره. اما من بدتر پیشکسوت و خسرو شکیبایی. امیر حسین جانم عزیزم. 3 مدل پیتزا. پیتزا پپرونی، پیتزا گوشت، پیتزا قارچ. چی خودت داره میفته؟ خر اگه شانس بود. پپرونی، گوشت، قارچ. نه خر شانس اگه آدم. مهدیار نوبت توه. دوباره سخته قیافت معلوم. نه اتفاقا ساده است. 3 ورزش تیمی. تیمی فوتبال، والیبال، بسکتبال. بابا خدا من انقدر بالاخره یه دونه داغون درست نیستم. جواب داد. انقدر کم ندارم. آقا نفر بعد. ساده است. سوال یه جور ساده طرح شده ولی یه مقدار سختش. شاید به چالش بگیره ولی آره. بگو آقا بگو. 3 استان در جنوب ایران. جنوب، آبادان، خوزستان. بابا استان فارس. استان فارس. بوشهر استانه؟ بوکیوره و کیوراحمد. استان بوشهر. بوکیوره و کیوراحمد. جنوب بوکیوره. استان بوشهر سیاه. یه بار بگو بوکیوره و کیوراحمد. کیلو و باید رحمت. اصلا که بود این تا به کوکیوره و گوریه. زبونش نمیشه. من در توان. آقا میریم سراغ امیر حسین. کوکیوره و بوجه. امیر حسین. بوجنود بروجر. بیرجم. امیر حسین. سخت از اینجا میگه. 3 شهر با خ. خرونا، خطافه، خلیفه. میریم سراغ مهدیار. تمرکز میخوام من. بفهم. مرتی که بفهم. هنرنمایی بچه‌ها رو می‌بینید داداش زاردوزو دستشویی نمی‌بینید. بچه‌ها این گاز طبیعی بود که ایشون اولش گفت تجدید پذیره. بگو. تجدید پذیر گاز حاجی.
این الان گاز در داد آبم در داد. گاز آب با هم تجدید شده. چندش خب مهداد بگو. چیزی تعریفی از تجدید پذیری اصلا بلد نیست. این آباش اینجا. آقا میذاری حرف بزنم؟ بگو 3 غذا با که منم کوبیده چلوک بود کوبیده کتلت که ندارم. خب کوبیده و کتلت رو چرا بلد تمام نمیشه؟ داشت تمام شده. خیلی وقته انقدر خندیدی داده. بابا کوکو سبزی کوکو سیب زمینی کوبیده و کتلت کوکتل کوکتل کوبیده همون کوبیده رو میگفت. سخته دیگه. آجی خدای سوال خوب دارم. با مه میگفت خدای ادعا تمرکز ادعای تمرکز. جوجی سن و جراح جراح مغز، جراح پوست، جراح اعضای رگی آقا درسته دیگه. اینا رو از کجا داد؟ جراح مغز، جراح قلب، بابا بشین تو کادریستی. جراح پوست نداریم. چرا نداریم؟ متخصص داریم. بزن میکروفون رنده. جراح چیز چرا هیچی نیست اینجا. جراح اینجا و جراح اینجا. خب بزن دیگه بزن دیگه. همین رو بشین بزن. نمیخوایم. بزن داور و قبول کن. بابا بزن تو گوگل. داشت من خودم گوگل هم الان متخصص رگ نداریم. متخصص رگ جراح بچه 2 جراحی ساله رگ. های بابا داور داریم دیگه. آدم باشه. تشکر آقا ما اسم داور تشکر تشکر لازم نیست. بس باشه داور شیر سما داور اگزوز خواب داور 3 سبک کاراته. کیوکوشینگ، نمایشی، بعد مبارزه. سبکی کاراته است؟ نه کاراته تکواندو چی بود اصلا؟ خیلی سخت بود. 3 سبک کاراته. کیوکوشینگ بابا من نمیدونم دانه 5 کاراته یا تکواندو ولی اونم نمیگفت اینا. یه سبک ولش کن. ول کن نداری. خب بعدم باید تو ویدیو آخه اطلاعات عمومی بپرس. نام 3 خواننده سنتی. همایون شجریان، معرضا شجریان، علیرضا قربانی. علیرضا شو گفتم قبل زنگ. آقا قبول کنی. تایم تمام شده. قبل زنگ هم علیرضا شو گفتم علیرضا نظری هم میدونست. چون ما خیلی قانونمندیم. لعنت به قانونتون بابا. کشورتون قانون. از این مردم زنده کش مرده پرست. آقا اسم دختر با نه. نسترن، نیلوفر، نریمان. گفتی نریمان نه گفتی نسترن. یاد یه بیت آقا شعر افتادیم. تموم شد. نسترن ای عشق من حرفی بزن بگو تو رو به خدا. اینا داغا چیه من بلد نیستی چرا آخه فاز میدی. همینه دیگه. خب دقیقاً همین. تموم شد. آقا سالا تموم شد. به فاین به فنا. آقا میریم برای ردبندی. خیلی جالبه ردبندی برادر. آسونا بین افتاده 1 2 3 5 6 7 محمد مجدد جالبه. خیلی جالبه. فقط جالبه. خصوص شکیبایی رو یاد. واقعا جالبه. بکنم برای خودتون یه مقدار جذاب باشه. بگو دیگه. حالا چرا؟ کی برنده شده حالا کی باخته. چرا؟ ترتیب چیو میگه؟ ترتیب میگه من میگه امیرحسین مهدیار. آفرین آفرین. باختی؟ تبریک میگم. ترشیدی؟ خب بریم مجازات رو بیاریم. آقا بچه‌ها یه دقیقه خالی کنین اینجا بریم صحبت مجازات. کنیم بابا. بذار عددش کنیم. چی شده؟ خب بریم مجازات رو بیاریم اذیتش می‌کنیم دیگه. بشین میخوام صحبت کنم. صادقی من رسیپیشو بگم. دوستان امروز اومدیم با یه مجازات دیگه. من رسیپیشو بگم. دوستای گلم آب لیمو و فلفل. خوبی بودی ولی دیگه بده. بعد میمیره. اون روز یادم میاد. اون شب یادم میره. کمه انگار حجمش ولی احساس کن دهن سرویس. نه ببین یه ذره فلفل زدم. یه ذره تون دارم میگم که آب لیموی ترش.
نه آب لیموی آب ترش لیمو کجا میرید بشین سر جا آب لیموی ترش و فلفل تند خوردی ببینم ببینیم دی خوردی چی همش اینجاست دروغ گفته هیچی رو نخورده این من نرید نصفش دیگه عجب خوشش اومده بد نبود خوشش اومده خیلی نبود خب برو اون جاشو بیا مگه میشه آخه از جلو دوربین رد نشو ببخشید دوباره چرا بچه ها ما رسپیمون از کش و صنعت سید داوود بود قرارشو تبلیغ نکنیم دیگه اسپانسر این ویدیو نه اسپانسر این ویدیو سید داوود دوستان بله داوود خدا دوست چی حاجی زیرش چی زده؟ نه فکر کنم زده سید داوود جز برادرم تون نبود؟ اداق بلند شو نه بذار سرپا بخوره نه بذار بلند شه نه بلند شو ای میخواد تست کنید یه دقیقه وایس بلند شو چیکار کنی بلند شو بگو من کردم بلند شو سرپا اینا رو بخور برو بابا بلند شو من خوردم سرما آقا بلند شو یه دقیقه خودت گفتی آقا بخار نداشت تو این تاثیر نداشت یکم خب بچه امیدوارم که از تماشای این ویدیو لذت برده باشید امیدوارم که خندیده باشید و خوشتون اومده باشه شما حرفی ندارید؟ خیر حرفی ندارم ولی خدایی سواله این آسون که اینجا بچه‌ها درگیره ولی گاز بحث طبیعی رو جدالن. فهمیدیم چجوری خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو تماشا کردید اصلا امیدوارم که لذت برده باشید خداحافظ